سلام بچه‌ها، امروز اومدیم بازی مووینگ اوت رو بازی کنیم. خیلی بازی باحالیه. 3 نفری می‌خوایم بازی کنیم. بزن بریم. بازی واقعا باحالی، میتونیم عوض کنیم نقشامون. آقای ویلچر من رباتم ایلاخ ویلچر چیه؟ این فلجه بزنید دیگه. دنسمون انتخاب کنیم. سیگما کدوم دنس؟ دنس این بهتر. بزنیم مربع زبدر امیر. چه واقعا بازی باحالیه. یه جوری ما کار چیزا رو داریم، تخلیه کنه خونه یا همون اساس بر، ولی خیلی دلغک داره اون. حالا از 0 تا 100 دلغک بازی ما رو میبینید، کلی ادا بازی داره. خب بزن بریم. خب فعلا داره لود میشه صفحه. خب حالا باید تو نقشه انتخاب کنیم کجا رو خالی کنیم. خب چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ بیا. خب اینجا فعلا آموزشه. فعلا آموزش کی میخواد ما آموزش بده؟ بیا بریم بابا. بچه به من بگی داشمان سیگما. آره این چکتو بخور. نکر درست کن اینو دلغک. به والله اینو بکش بیرون، بکش تو. عجب گوساله‌ای هستی، عجب خری. بیا گراز بیا خود مریض. چکتو بخور. وای کی داره ما آموزش میده؟ بریم سر. چی بود؟ بده من اصلا نمیدازم، ناراحتم شد. کی به من چک زد؟ منم. نایس. این با چیکار می‌کردی؟ کله‌های کچل رو میزنیم میتره که. خب 1 2 3 پرتو. 1 2 3 من شد. بیا امیر. یکی تو بگیر بیاد دیگه. بابا گوساله چک میزنید شما دوتا برید دیگه. الان کی میاد؟ وای این اون بره که واقعا آفرین، دست میزنم براتون. امیر واقعا براتون متاسفم. کج با کجه. بیا بریم با بریم دوتایی بیبریم. چی جور انداختنیه؟ 1 2 3 بیا من نایماله تو گرفتمش. بده من مریض. بابا چرا هرچی دست من میاد دست شما؟ بده من. چی میزنی؟ این روحاری چک سری بزنی تریپو الماس بیستانی. من نمیام، من این روی میخوام خلبت کنم. بابا بیا الماسو به درد نمیخوره، آشغال بود. وای بی
کدومو گرفتم بده من بابا این بر منه خورد تو کلم بیا این بر ما رفتیم کی داره دنبال پیاده بودیمش بچه. اگه میخوای پارت دوم بسازیم حتما بگید خب بریم الان کجا؟ وای قرار نقشه بده بچه بهمون باید بریم خونه یکی رو تخلیه کنیم. این بازی رو یادم نگاه کن همه رو زن ترکوندیم بابا این خونه است بدبخت تو چی کار داری؟ این نیست الان خوش بهت نبوده. آها همینه مانی بذار بر چخته رو باید برداریم دیگه بیا اولین یکی آسونا رو ببره یکی کوچیکا رو ببر سری طلایی رو بزنیم ها همه کوچیکا من چرا بعدشم کوبیده شد اونجا گلدون بده گفتم ها طلایی رو باید بزنیم ها شایان یه کار کن چیز شه تخت جاش اینجا الان باربیکیو کی انداخت اینجا جا میشه 18 تاست فقط سری بیارید بده من یه دقیقه مونده یخچال 2 نفر بیار اول یه دونه ایار بیارید جداییم پرت نکن کیه اون این پرت کن من بگیرم خسته نباشی این چه ورزشه بده من یکی بیا تخت رو ببریم یکی بیا این وسط مبله رو ببریم اول چیزای کوچیک تموم شد دیگه چیزای کوچیک تمام نشد هنوز اون چیزا هست منم اینو بودو 45 ثانیه واجب مریضی بودو یکی با من بیاد سری بکش بیاد صاف هست بودو دیگه این چیه بایسته امیر بندازش بالا بیار وقت نداریم همیشه بیا یخچال وای نزدیم اینقدر که آدم مریضی اون علامات که با اونجا وایساده الان این تکی دادی دست من به نظره کمک چیکار کنم مخوری دیگه مخور یخچال رو بخورم بودو سریع اینو نگاه الان فاز هادی چون گرفت ببر باید دقیقه یکی بهت بس باشه آخری شما ما بیا کمک نگاه مریضم بودو ول کن اکتون سردون یه دونه دیگه امیر مریض برو امیر نیار تو پس مریض میخواد بیاره تو ها بودو بودوی آقا سن از اون طلایی بگیریم چالش شد مثلا طلایی گرفتیم اما از آخر دست میزنم من تو نفرم آفرین صدا چی بود؟ چرا مش تو پیاده میاد؟ من چه پیاده اومدم؟ یا باز یخچال انداخته بیرون باید بریم یکی بذار ماشین کنترلش دست من باشه
مریضا نکنی. شان اول بزرگا دیگه، کوچیکا که سری میرسیم. بزرگ خود دوتاییه، یکیمون بره کلی یکی‌ها رو جمع کن، یکی منم تو هم دوتایی. امیر یکی‌ها رو جمع کن فقط. این دفعه طلاییو بزنیم. دست زیاد داریم. بدو. مگه اینکه اون لاک پشتی نباشه. یکم با لاک پشتی میاد. خب ما بیا، ما سری دوتایی. واسه لاک پشتی ببرم لاک پشتی. نمیاد، بیا بریم. لاک پشتی کو. می‌زنم کجا؟ بگم شون. میاد اون ولش کن، میاد ولش کن. بعد باش بیا مبلر بیا من میکشم. از اون بره مان از اون بره. پس بکش. وای اول باید اینو ببریم. نیست من اینو ببرم. دارم به زور میارم. امیر الان میتونی یکی ببری یا اصلا نمیتونی؟ میتونی تا یه جایی بیار. هنو 2 دقیقه وقت داریم. فیکس 2 دقیقه وقت داریم. 2 دقیقه دیگه، این 2 دقیقه نیست. بدبختون. پیتزا چقدر سنگینی میکنه مگه؟ شیشه رو ماها تکی اینو برد بعد همین یه پیتزا رو 3 ساعت. کجش کن ببر. از اون پشت ببر، از پشت درخت اینو انداختیم دیگه کارمون جوره. باید بندازیم جایی که کم جا بگیره دیگه. خوب. سری بیا بریم فقط. تخت رو بیاریم. بکش عقب. من نشستی روش بدتر. بکش لاک پشتتون نیومده. لاک پشت خوابه. لاک پشت خواب نیست، لای درختی گیرش انداختم. کلید. وای پنجره است، ول کن برو جلو ولش کن. برو. امیرو نگاه. وای دیوونه برو من. عجب مریضیه. تق. خب بریم. وای کل وقت دادیم به خاطر اینا. همین چیزی بردی هست نه؟ صندلیه. سری ما هم ریزیزا رو کمک کنیم. 9 تا رو گلم بردیم. 9 تا. این همه خودمون. 2 تا شاخه سنگین بود دیگه. الان وقت نداریم. 55 ثانیه بیشتر. چقدر گدای پیتزا بوده. لاشخور. رستوران بوده اینجا. برو. رستورانی که توالت عمومی داره. این سری هم نقره است. به والا نقره است. نمیتونیم. دقیقا نقره بزنیم. بروز شدیم دفعه قبل. نقرهش هم رازیم. این چیه میذارم باید ببرن؟ اون گرامافونه چیه اونجا؟ اونو باید ببری. برای من دیگه واقعا هادی چوپانه. مبل داره تکی میبره. مبل تکیه. تکی نیست تو مبل اینجوری نه. دو تایی نه کن داره از سرش عرق میزنه. عرق میری. باربیکیو. طلایی هم میتونستیم بزنیم. 4 تا آخه. نمی‌دونم میتونیم. پرتش بدم. نقره راحت میزنیم بریم. وای یخچال. بازی لاک پشتی گاز گرفت. اصلا جا نیست اینجا. میزه رو اول کمک کن. من اینو یه چوبچو کنم. امیره چه وضع بردنه؟ خودم تکی میبرم میزنم. میتونستیم از اونجا بندازیم بیرون از اون پنجره. میتونستیم ولی پنجره رو بشکنه پول کم میکنه. برای یخچال جا گذاشتم. امیر از اون طرف میشه. به لطف نامو زمرد کردیم. اصلا نمیشه دلارم. بنداز دیگه بیار بالا. نگاه کن. عجب مریضی. این با پیتزا زندگی میکنه. وو. مربع این؟ پردیش کرد. نمیخواد تو بیای. یکی میاد کمک من؟ همین بودو. نگاه کن مریض. گیرم زدی. واقعا الان میدونی بعد چیکار کنم؟ وایسم اینجا فقط براتون دست بزنم. شان ناموسم بیا. برو بالا. اینجا جای یخچال گذاشتم. همینجا. تموم شد دیگه بریم. یس. من نمیام. منو کشید تو. دست میزنم واقعا.
آفرین واقعا نایس نایس لایک نشون بده. من چرا پیاده اومدم؟ من که سوار بودم. تو می چی شد؟ پریدی رو کامیون. زدم بزنید بریم دیگه. کجا بود؟ بایستن خوش مبنده یا اول بس اینو میگودم این که نقره گرفتیم اونو دیگه 100 برون چیاد مورو برد اینجا. چی شد الان؟ اومدیم کجا؟ بزن بیرون خدا وکیلی. پیتزا منم تکی؟ یه دونه وای کیه؟ بزن بیرون. چی شد؟ بابا این فکر کنم تک جا بازدی. تکی برفت. بابا کی زد؟ اصلا دسته ما چرا خاموش شد؟ خب با ماشین بریم اونور. با ماشین بر نه ما نیستیم. من نه وای نقشه رو بند. من دیگه این بابا گلابی نمیشه. بر من نارگیلم داره. بزن بابا. عینک بر من داره. یه کسی به نام آقا امیر تر زد. بریم بزن بریم. خب با ماشین کنترل کنیم بریم دیگه. با ماشین این بره. نه درست. انگشتر داره میگه. تو انگلیسی حرف نزن. آبروی هرچی انگلیسی رو میبری. فارسی که بلد نیست انگلیسی. باید تو 3 دقیقه تمام کنیم. بدوی. خب 3 دقیقه ماشاءالله. ما هم که خیلی خوبیم. این یارو کیه؟ گوش داره. منم دیگه بابا گلابی برشم. بعدت ببین. نگاه کرمو نگاه نمیذاره. مریض 60 تا در است. 60 تا بزن شیشه رو بشکن. ناگاه آقازم یه کار که من نتونم بیارم. نکن ماشینه کو؟ امیر پس با بازیارت لقل بردار. بچسبون بدی بار. اون کی؟ امیر مریضه. اینو بندازیم اینجا. تختو بیا از اینجا بندازیم اون بر. ببینیم میتونیم امیر بیا تختو بندازیم اون بر. تلویزیونو بکنم. شما بیا تختو بندازیم اون بر. امیر بیا. من تکیه رو میارم. بیا. یه تخته بندازیم. بیا تخته. هر کدومتون آورد یه جوری بچینید برای آخر سر دادن چیز بشه. شام بیا بکش. میتونیم آخه؟ پر کن. مربع یادا. آها. نصف کارو جوره. ببر. اگه طلایی بگیریم واقعا مدیون این حرکتی. بیار. بکش. اونور هست. اونور این مبله هست. یه مبله؟ نه. یه مبله کل شهر یخچال نگاه. همین پستا رو برو بردار. اصلا به شماره معلومه. از 27 تاشو کلا بردیم. یعنی کلا تا 19 تا هم طلایی نمیگیریم. میگیریم وقت زیاده. کتاب طلایی میگیریم. الان تکی میرسیم من دارم میارم. مریض کمک تو دیدم. یا درست بیا. چیکار میکنی؟ این علامت هم نمیزنه. هر چی اشتباهی برمی داره میریم. امیر بودو کلا میدونی باز زبده میزه گیر کرد. زبده کمک کرد. یه گوشه بذار. همینجا خوبه. در بسته میشه دیگه. سریع بیاد این 4 تا رو باید با هم ببریم. نکن بیا مان. اول از اون سختشون زدی. بی خود ما حساب کش نیستیم. قارت کهی قارت میکنیم فقط. همه چی هم زدیم شکوندیم. بدبخت یاروه به جای اینکه پول بده بعد یه چک افسری هم به ما میزنه. این مبله هم مونده
نه مبل بردن. نه یه مبل اینجا مونده. نه این نیست این محمد اول برداشت بعد دید به دردم خورد دیگه برداشت. درو شکوندم بدبخت شدیم. سری برداری فرار بود. 20 ثانیه وقت داریم 20 ثانیه کلا. شما تو یه چیز دیگه بیار من میز کمک کنم برم. خودتو پیدا کن بعد میز خوبه مرغه نیمد. عجیب هستن. نه مرغه نسکای 16 میاد. مرغه فکر کنم طلایمون میره میاد مریض. مرغ همسایه‌اش بکنه. اینو انداخته بودم از که اینجا وای این دختن تو کوچه. الان ماشینم بزنی خرجم سرم مسکن. بابا اینو کی انداخت؟ امیر 3 تا مونده کلا خدا وکی هر کی دونه برداره تموم. حالتی وای جعبه رو برداشته مرغ اومد. البته در بسته سری برداری. چند تا ندارم 19 تا یخچال داریم میریم. وای 20 ثانیه ما 20 ثانیه سری بکشیم ببینیم. بیا فقط سری دلقک بودو بکش تو خری هستی بردو بریم. بیا بودو میرسیم. امیر نگیر تو امیر مریض وای خاکتون خیلی کمک کردی ممنون. خاطر 3 ثانیه به خاطر 3 ثانیه من میرم. خب آقا این ویدیو هم تموم شد. اگه دوست دارید پارت دوم بذاریم حتما ویدیو رو لایک کن و چنل رو سابسکرایب. مرسی از دیدنتون. خداحافظ.